سلام فقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به این ویدیو. صالح هستم و اومدیم که آموزش رول تریدر رو تو ردد آنلاین بدیم و اینکه خب ما یه چند تا آموزش از همین رولا گذاشتیم که یکیش بونتی هانتر بود که گذاشتم، میتونید برید ببینیدش. و امروز اومدیم که رول تریدر رو بگیم که من باز میگم تو ویدیوهای قبلی هم در مورد رولا یه سری توضیح دادم، میتونید برید ببینید که از نظر من باز رول تریدر به بونتی هانتر نمیرسه، چون خیلی بونتی هانتر پول مفت بودش. این رول هم خوبه ها، ببینید برای پول در آوردن و همین پول خوبه، گلدینا نه اصلا. اگه دنبال گلدید بهتون گفتم چیکار کنیم ویدیو قبل که لینکش اومد فکر کنم، میتونید ببینید. آره ولی برای پول میخواید فقط این رولو بیارید ولی اصلا گلد بهتون نمیده. حالا باید چیکار کنیم مثلا؟ خب اصلا از عمد ویدیو رو از همین کمپ شروع کردم که بگم سریع اینجوری که میبینید. چرا مثلا اینا واسه شما نباشه تو کمپتون، ردد آنلاین که کلا شروع میکنین یه کمپ بهتون میده دیگه، کلا کمپ داریم ولی شاید از اینا نداشته باشه. حالا چی کار کنیم؟ اینا رو که من خریدم، یعنی نمیدونم میدونی یا نه، اینجا یه کاتالوگی چیزی بود، بس ببینم از کجا میخریدیم خودم یادم نیست. آره همینجا دقیقا میومدین و مثلا نمیدونم میتونستین آپشن برای کمپتون بخرین، نمیدونم مثلا آره میتونستین سگ، حالا مثلا همین امکاناتش، فست ترول، بوچر تیبل که اصل کاری ماست و نمیدونم خلاصه از این آیتما میتونستین بخرید و این چیزا. آره خیلی خوب. حالا ما باید چی کار کنیم؟ مثلا بذار بگم رول تریدر چطور رولی هست. ببینید تریدر اینطوریه که شما میرید چی کار میکنید؟ شکار میکنید، نمیدونم حیوان، کلاغ، پرنده، موجود زنده، هرچی که هست برمیدارید یا کلا نمیدونم لاشش رو میارید یا خلاصه پوستش رو اینا رو میکنید میارید و چیزش میکنید. و چیزی بگم نمیدونم اگه جی تی آنلاین بازی کرده باشید یه بیزینس هایی هستش اینطوری که مثلا شما یه چیز میخرید یا میدوزید و صبر میکنید تا اونا تبدیل به محصول شه و بعد میرید میفروشیدشون. تریدر هم یه همچین چیزیه، شما فقط جای اون چرت و پرتا حیوان شکار میکنید، مثلا بعد حیوانه رو جنازش یا هر چی که هستشو میرید و چیز میکنید دیگه. آره میذارید و باهاش محصولاتتون رو میسازه که حالا اسم خارجیشو یادم نیست ولی خلاصه اونو میسازه و میتونید بعد برید بفروشیدش که به نظر من خیلی وقت میبره. باز میگم چرا من بونتی هانتر دوستم، چون خیلی سریعه، بعد مولتی پلیر هم حال میده واقعا. ولی این رول اکثرا تکی تکیه ولی باز میگم میتونید با رفیقاتون انجام بدید یا با اکیپاتون، ولی شما پلیر که این وایت بدید ببین اینا گیج میزنن، نمیدونم شما دارین چیکار میکنن، فکر میکنم مثلا داری وقتشو تلف میکنی یا همچین چیزی. آره خلاصه که بعضیا نمیفهمن شما دارین چیکار میکنین، بخاطر اینکه زیاد مشارکت توش نمیبینم من، ولی باز خودم به زور این کارا رو کردم. خب اول اصلا باید چی کار کنید اصلا برای تریدر؟ بوچه تریبل میخواید، همینه که اینجاست، برای شما که نیست. خب حالا چی کار میکنید؟ همینطور که گفتم ببین نه این رولا رو با گلد میشه خرید فقط، یعنی شما نمیتونید با چیز دیگه چیز کنید، نه با پول نه اینا، فقط با گلد میشه. فرق نداره چی باشه، بونتی هانتر یا مثلا تریدر یا مثلا مونشاین، همشون فقط با گلد میشه. که حالا چجوریه این بخش از شاپ که هیچی، میتونید نمیدونم میگه میزه اینا برای قشنگیه. خب همه اینا فقط برای قشنگیه، کمپ شماست و ایناش این جاییه که فقط برای قشنگی نیست، این یعنی امکانات و تجهیزاتتونه که این چیز خوبیه. اول اینا رو بخرید واسه کمپتون بهتره. خب ببینید حالا ما باید چیکار کنیم؟ اینجا که فست ترول داریم، بوچر تیبل همونی که میخوایم دیگه، نمیدونم این غذا و چرت و پرت زیادی داره، من خودم یه چند تاشو خریدم. اینا چیزایی که به درد میخوام، اونایی که برای قشنگی ان اینا اصلا به درد نتتون نمیخورن. آره و چی کار میکنید؟ خلاصه که میایید اینجا بوچر تیبل رو به قیمت 15 گلد
همین اینه بوچر تیبل رو میخرید و وقتی که خریدید چی دیگه خریدید برای رول تریدر برای شما باز شد که به محض خریدن میتونید بیایید و کارتون رو به عنوان یه تریدر شروع کنید که تو بخش پروگرس قسمت رولز همه اینا رو برای شما نوشته. الان مثلا برای من بونتی هانتر 27 و مونشاینر هم 4 چون من واقعا هیچ کدوم از اینا رو دوست ندارم. رولا یه ذره برای من وگرنه خیلی ها هستن. الان مثلا مونشاینشون بالاست. آره میتونید بیایید شروع کنید کار خودتون رو به عنوان تریدر که اینا هاشت و آره دیگه یه صفحه داره مثل همه رول ها. تو هر لول شما میتونید یه سری آیتم بخرید باهاش که من میگم مزخرفه واقعا. آیتم های بونتی هانتر اصلاًشون قشنگتر و خفن‌ترن که آره. خلاصه که شما تریدر رو باز کردید، حالا چی کار میکنیم؟ گفتم به محض اینکه میز بوچر تیبل رو بخرید اوکیه. بعد حالا باید چی کار کنید؟ نمیدونم بهتون گفتم یه حیوان شکار کنید. تنها چیزی که میتونم بگم همینه. ببین مثلا اون سگه رو میبینی، حالا من بد شکارش کردم. میگم بهتون چرا تا آخر اینجا رو ببینید، تا آخر ویدیو رو، چون یه چیزایی هم میگم که مهمه به درتون بخوره. الان مثلا اینجا رو ببینید، اینی که من زدم چرا؟ چون بنده با تفنگ زدم بهش، مثلا با دو تا تیر کشتمش دیگه. خب ولی مثلا آره دیگه همین، شما هر چقدر بیشتر بهش بزنید آشولاشه بدبخت. ببین اون گوشه یه ستاره هایی داره حیوانه که الان ستارهاش کم میشه، واسه من الان یه ستاره است. حالا میگین چی کار کنیم که ستارهاش بالا بره؟ اصلا واسه میگم چون این ستاره به درد میخوره. یه ستاره که باشه خیلی کم، یعنی مثلا آره کم بهتون مثلا پول میده کنه، ارزشش میاد خیلی پایین. خب اگه یه 3 ستاره باشه ارزشش خیلی بالاست. جدی میگم اینو. حالا چیکار کنیم 3 ستاره بشه؟ ترجیح هم با تیر کمون باشه که مثلا میخواید 3 ستاره بزنید و اینکه سعی کنید بزنید تو هدش، یعنی جایی که دمیج میخوره که وان شات شه. شما بیشتر بهش هیچی نزنید. ولی بازم میگم 3 ستاره شکار کردن کار سختیه، ولی یه کم قلبش رو یاد بگیرین اوکیه دیگه. 3 ستاره میگیرین آره و بهترم هست کلن، هم ارزشش بالاتره کلن آره. ولی خب من الان حال نداشتم، خواستم از عمدم طرف رو آشولاش کردم که نشون بدم چجوریه. خب ببین اصلا اسمش هم زد گرگ بدبخت پر. آره چون ما خیلی زدیمش، یه ستاره هم شد. حالا چه فرقی داره؟ ببین شما میتونید یا همین جنازه‌شو خالی خالی برین تحویل بدین که همینطوری هم میتونین تحویل که نه، یعنی واسه خودتون مثلا این بیزینس میتونید برید بذاریدش بدین به بوچه تیبل رو دونیت کنید، یا نه میتونید مثلا اسکینشو بکنید و اسکینشو بدید. بذار من اسکینشو میکنم میدم، ولی بهتون میگم باز خودشو با پوستش تحویل بدین بیشتر بهتون چیز میده، یعنی بیشتر اون خط مواد اولیتون رو پر میکنه. آره چون اسکن خالیش بدین الان مثلا نگاه کنم میتونم اون همه گوشتم بذارم ولی خب دارم یه پوست خالی رو میدم. خب این چیز دیگه، این کمه. بله حالا چجور دونیت میکنید عزیزان؟ نگاه بوچر تیبل رو که باز میکنید این پروداکشنتونه. پروداکشن همون چیزیه که منظورم چیه؟ محصولاتتون. آره پروداکشن همون محصولاتتونه، متریالتون هم که همون مواد اولیه. خیلی فارسی انگلیسیش میکنم ولی خلاصه حالا شما میایید اینجا رو متریال میزنید و حالا اینجا یه منو باز میشه، میتونید هم از رو اسبتون مثلا بزنید هم رو از رو چی. خلاصه که میزنید و دونیت میکنید. همینطور که میبینید خطه یه ذره پر شد، یه ذره. ولی میگم اگه مثلا 3 ستاره بود یا مثلا خود حیوان رو برمی داشتین میذاشتین خیلی چیز میشد. حالا میگین چرا که چیز کردی مثلا آتیش گرفته؟ نه حالا میگی چرا اینطوری که خواستم نشون بدم الان. حالا ببینید شما این جسد خالیش بدون پوست رو نمیتونین تحویل بدین،
فکر نکنین مثلا برین پوستشو میکنین میذارین میرین میدین بعد خودش هم برین نه، فکر زرنگی نه عزیزم. خب شما دیگه اینو نمیتونین بدین، این دیگه به درتون نمیخوره. آره کلا هر چقدر زور بزنی اینو نمیتونین دونیتش کنی. متریالتون رو هر چقدر پر کنید، مهم نیست تا پر کنید، هر چقدر خب خالی نباشه، ترجیحاً خالی نباشه که این مدام در حال ساختن باشه. بعد وای نه اشتباه، پروداکشن چیه نمیدونم، یه ابزارهایی که برای ساختن همین گودز محصولاتتون لازمه. حالا اینو چیکار کنیم؟ میتونیم بریم بدزدین که من پیشنهاد نمیدم، خیلی طول میکشه و اصلا مزخرفه، خیلی طول میکشه و اصلا یه سری چیزاشو نمیفهمه من چی میگه. آره بخاطر این بخریدی 20 دلار ارزششو داره، اصلا چندان پولی هم نیستش. حالا این پروداکشن نمیدونم چیه، ابزار همینطوری که هم این فرمولی که این پایین زده متریال به علاوه پروداکشن مساوی با همین گودز یا همون محصولاتتون. که آره پروداکشنتون که پر باشه، متریال هم داشته باشید یعنی خالی نباشه. این بند خدایی که اینجاست شروع میکنه به ساختن گودز یا همون نمیدونم محصولات چیه، اونو که میسازید. خب دیگه شما خیلی باید خیلی که نه ولی کلا صبر باید کنید. میتونید برید مثلا به بقیه کارا برسید، نمیدونم بونتی هانتر بزنید، نمیدونم هر گیمی دلتون میخواد بزنید تا اینا ساخته شه، ولی باید خب تو بازی باشید، از بازی برید ساخته نمیشه. وقتی که ساخته شد میتونید بیاید حالا اینجا و زده استارت دیلیوری و آره برید تحویلش بدید و پولاتون رو بگیرید. حالا اینجا دو حالت داره، یکی زده که میزنیم 62 تا میده 62 دلار و حالت دیگهش 78 تا. حالا اینا با هم چه فرقی داره؟ این 78 تا یه مسیر طولانی تری بهتون میده، رو نقشم برای پلیرهای نزدیک مارک میشین، اونا میتونن بهتون حمله کنن. ولی این 62 تایی نه پلیر بهتون حمله میکنه، مسیرتون هم خیلی کوتاه‌تره. ولی از نظر من بزنید همین 78 رو بزنید، چون واقعا کیفش بیشتر، مسیر بیشتری میرین، پلیرها هم بهتون اتک میزنن. حالا اینکه میگم پلیرها اتک میزنن فکر نکنین حالا همچین پلیرها اتک میزنن، نه یه ذره بیشتر نیستن پلیرها، تازه اونم نه اینکه مثلا واسه کل پلیرهای مپ مارکشینا، نه مثلا پلیرهایی که یه ذره نزدیک شما باشن اینا اونطوری براشون مارک میشین که میگم بازم زیاد بهتون حمله نمیکنن. به خاطر همون چیز همون که پول بیشتری میده رو بزنید. حالا بریم سراغ یه سری چیز، یه سری آپشن های تریدر که بگم. خب توی رولز و همون تریدر ببینید خب لحظه خب وقتی شما تریدر رو شروع میکنید به شما یه سری وسایل زاغارت میده که ولش مهم نیستش. کلا تریدر به بهبود کمپ شما کمک میکنه، میبینید که مثلا آپشناش همین چیزای کمپ و این چیزا. و اینکه خلاصه این گاری ها مهمن، گاری آره. خب این میدیوم دیلیوری واگن من میگم گاری دیگه راحت باشیم. خب که چیه میدیوم؟ یعنی یه چیز متوسط، مثلا اون گودساتون بودش میتونید به مقدار کم و زیادتر با این گاری ها ببرید. و اینم چیزه، این هانتینگ واگونه که قضیهش فرق داره. حالا این چیه بهتون میگم، بذار بریم بیرون. اینم لارجشه که میتونید خیلی بیشتر گود یا معمول محصولات رو تحویل بدین. خب ببین وقتی که شما میایی اینجا پیش این بابا، الان مثلا زده من 25 تا دارم در حال حاضر، ولی اون گوشه رو ببینید یه علامت بشکه است و یه خط خورده وسطش. وقتی شما اسمالش رو یعنی همون اول که بوچر تیبل رو میخرید بهتون یه گاری میده که با اون گاری میتونید حد اکثر 25 تا از این نمیدونم محصولاتتون رو ببرین بفروشین که خب پولش کمه. به خاطر هر چقدر اون گاریتون بزرگتر باشه، مثلا مدیوم یا لارجش رو داشته باشین، میتونیم بیشتر ببرین بفروشین. که این الان من 25 تا دارم، نه اینکه مثلا حد اکثرش 25 تاست.
آره و گنده ترین گاریش هم که همون لارج بودش، با اون لارج میتونید 100 تا ببرید یا ماکسیموم پر کنید ببرید که اونم چیز خوبیه اصلا سرم. آره هر چقدر بزرگتر باشه خوب دیگه بیشتر میبرید، همه محصولاتتون رو یه جا میفروشید. و اینکه خب ریسکش هم یکم بالاتره، چون مثلا فکر کن 1% گاری شما بهتره که آتیش بگیره، همه محصولاتتون دود میشه میره رو هوا، که آره این چیز خوبی نیست. حالا اون هانتینگ واگن چیه؟ هانتینگ واگن که بذار برم توی جاده چیزی. آها خب میره تو آن فری روم منو و تو قسمت استبل وسیله ها. آره این که بانتی واگونه که تو ویدیو قبلی هم توضیح دارم چیه، این هم هانتینگ واگن که میزنید و خلاصه میاد. ناشتگی. حالا هانتینگ واگن چی کار میکنه؟ اینم به نظر چیز خوبیه. ببین اسب شما که جا نداره کلی روش چیز میز بذارین اینا، خب ولی به جاش این هانتینگ واگن تا دلتون بخواد جا داره. الان اون تو رو میبینید؟ نه واسه اینجا خب هرچی حیوان شکار کنید میتونید بندازیم پشت این و یه جای تقریبا بزرگتری داره دیگه نسبت به اون. خلاصه که اینجا رو پر میکنید و تا جایی که پرشه میتونید بذارید و بعد یوهو برید اونجا متریالتون رو پر کنید که این خیلی خفن‌تر و بهتره، بیشتر هم حال میده. مثلا پلیرها میان و اینا، مثلا شما واگنتون اسپان کنید اونا خودشون میفهمن قصد شما تریدر، یکم میان کمکتون میکنن و آره از این حرفا. حالا اون اسبی که خودتون دارین اون چی بگم نمیدونم ماکسیموم اون پوستش هستش، مثلا پوست حیونا رو میبریم میذارین رو اسب، اون بی‌نهایت جا داره. من خودم نمیدونم چجوری ولی آره بی‌نهایت جا داره. ولی خب بخواین جسد یه حیوان رو کامل بذارین رو اسبتون بیشتر از یه دونه جا نداره، ولی اینجا حدود مثلا نمیدونم یه 6 7 8 تایی جا داره، میتونین راحت بذارین اینجا و با خودتون آره دیگه ببرید به کمپ و خیلی راحت بفروشین چیز، یعنی متریالتون رو پر کنید که خب آره راحت تره. ببین تنها قسمت سخت تریدر همین متریالاشه که شما فقط متریال پر کنید وگرنه خودش میسازه که آره. ولی مثلا این اینجاست یه سری چیزا من از قبل توش دارم، آره دیگه میبینید که اومده بالا یه ذره، یه سری چیزا هم توش دارم که تو متریال ایناش میتونم ببینمش ایناش. الان مثلا من 3 تا گوزن تو داشتم ماجی، گوزن رو میذارم این تو و میبینید متریالم یه ذره پر شدش، آره یه ذره میبینید. حالا من 3 تا کلا گوز توش بود، میتونیم بیشترم بذاریم که خلاصه آره همین بود همش. خیلی خوب اینم از رول تریدر، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. و اینکه خب من هیچ ایده ای ندارم برای ویدیو ساختن، میتونید خودتون بگید اگه چیزی نیاز داشت یا سوالی چیزی ایده ای هر چی داشتین رو بگین خودتون بهم و من جواب میدم سوالاتون رو. اگه مشکل چیزی داشتین یا کمک میکنم، خلاصه ویدیوشو میسازم هرچی. خلاصه مشکل چیزی داشتین تو کامنت ها ازم بپرسین و من هستم، خیالتون راحت. آره سابسکرایب یادتون نره وگرنه نره. خب سابسکرایب کنید دیگه، ما اینجا زحمت داریم میکشیم. و اینکه دمتون گرم اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.